شرکت هلدینگ برق تاجیک در مکتوب رسمیش به رادیوی آزادی روز 4 دکبر نوشته است سبب قطع برق این تعمیر در دستگاه ها می باشد، اما شرکت مشخصا نگفته است که در کدام دستگاه ها تعمیر ادامه دارد. به این خاطر است که برخی از کارشناسان و ساکنان به ادعای برق تاجیک با شبهه نگاه میکنند و میگویند که تعمیر سراسری دستگاه های برق نمیتواند از 1 ماه زیاد دوام کند. شرکت برق تاجیک هم در مکتوبش کشال یافتن کارهای تعمیر را تصدیق کرده گفته است این کار با سبب سری وقت دسترس نکردن تجهیزات های ضروری از خارج کشور می باشد. مسئولین شرکت سنه دقیق انجام کارهای تعمیری را نگفتند و تنها اشاره کردند که این کار در صورت امکان پذیر است که به کار متصل و اعتمادناک سیستم مطمئن باشند. پاسخ برق تاجیک در حال به دست رادیوی آزادی می رسد که 1 روز پیش معاون نخست وزیر تاجیکستان در جلسه در ولایت ختلان گفت سبب قطع انتقال برق به کمبود آب در آبانبارهای کشور ربط دارد. عثمان علی عثمانزاده روز 3 دکبر در جلسه در ولایت ختلان گفت آب در آبانبارهای تاجیکستان کم است و قطع روزانه برق هم به همین چیز ربط دارد. پاسخ‌های دخوره مقامداران تاجیک درباره سبب‌های قطع انتقال برق در حال است که منابع معتمد رادیوی آزادی گفتند سبب اساسی قطع انتقال برق این از معیار زیاد دادن آب به ازبکستان میباشد. منابع ما در نظام انرژتیکی تاجیکستان گفتند بعد از صدمه در آبانبار سردابه ازبکستان در ماه می مقامات تاجیک با درخواست تاشکند برای آبیاری زمین‌های ازبکستان از معیار زیاد آب دادند. به گفته منابع ما مقامات امید داشتند که تا فصل تیر ماه آب ضروری در آبانبارهای تاجیکستان دوباره جمع می شود، ولی به گفته همصحبتان ما چنین چیزی صورت نگرفت و تا حال آب ضروری در آبانبارها جمع نشده است. تعمیر دستگاه هست یا کمبود آب و یا زیاد انتقال دادن آب به ازبکستان، هرچی هست بیشتر از ساکنان تاجیکستان در این شب و روزهای سردی به کمبود شدید برق روبرو هستند، به مثل بعضی از ساکنان ولایت سوخت که مجبور شدند دوباره به صندلی بابای برگردند. سوید باشد با یگل یاردم میشد. من حالا شب گفتی که بعد شب نمیشدم. جای قشلاق خوشندن میدانم میگم قشلاق به مسئله سوید ببای سست 12 ساعت 15 ساعت میکشد سوید کشور. ساکنان تاجیکستان بیش از 1 ماه اینجا با محدودیت نیروی برق میگیرند. به گفته ساکنان برق از ساعت 7 صبح تا 17 بیگاه خاموش کرده می شود و چنین وضع زندگی آنها را مشکل کرده است.